سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خوبین؟ خب دوستان، بدون اینکه وقت رو هدر بدیم میریم سراغ روش دریافت کد همستر. اگه دقت کنید این الان یه بازی همستره که ما این اجرا میکنیم، ساب میکنیم تا بیاد بالا. حدودا شما 4 تا 5 بار باید این بازی رو بازی کنید. وی پی تون هم روشن باشه بهتره، ولی بدون اینکه وی پی هم روشن باشه جواب میده، موردی نداره. اصلا اول شدن یا آخر شدن مهم نیست، فقط شما با بازی کنید، همین. من تمام این روش ها رو تست کردم، چه اول شدن، چه آخر شدن، چه وسط شدن. اصلا نیاز به هیچ کدوم از این کارا نیست. شما فقط چند بار بازی رو انجام میدید، بعد دوچرخه ها رو به این صورت روی همدیگه میذارید. فقط حواستون باشه این بالا که نوشته 1 برسه به 5 و شما حداقل 5 باری بازی رو انجام داده باشید. 5 باری بازی رو انجام داده باشید. حالا دقت کنید بهتون میگم. ببینید این بار دوم. انگار سوار هواپیمایی. این بازی دوم. شما تقریبا به لول های 3 یا 4 برسید، خب دیگه نیاز به بازی کردن ندارید. ببینید دوچرخه جدید دوباره. ببینید چون من اینجا نمیخوام وقت رو هدر بدم، چون اینجا باید یه مقدار سکه جمع بشه تا من بتونم دوچرخه بخرم. پس میرم یه بار دیگه بازی میکنم. این الان به ما میگه که میخوایم بازی با رئیس انجام بدین. نه، اصلا شما نیاز به این کار هم ندارید. خب یه 4 تا دوچرخه بگیریم با هم دیگه ترکیب کنیم که لول جدید برامون باز بشه. چند لحظه صبر کنید تا این سکه های بالا، اگه دقت کنید این سکه ها برسه به 248 تا من بتونم یه دوچرخه دیگه بگیرم. بعد اینا میبینید از بالا مثل بالون داره میاد پایین. اینا اصلا شما نیاز نیست اینم کلید کنید، اصلا هیچ نیازی نیست. خب این شد لول 4. خب اینم دوچرخه بعدی. یک بار دیگه شما اینجا بازی میکنید. بازی کردنش هم خیلی ساده است، اصلا عملکرد خاصی هم نداره. فقط نکته داره که من نکته رو آخر ویدیو بهتون میگم که بعدش باید چی کار کنید که بتونید دوباره کد بعدی رو بگیرید.
خب یه چند تا دوچرخه بندازیم با هم دیگه ترکیب کنیم. فقط یه لول دیگه برم بالا اوکی. این لول که بالا شماره 4 نوشته ما این با برسونم به 5. بعد که رسونم به 5 این قسمت نوشته ایونت. تو این قسمت برای من کد اینجا ظاهر میشه. الان نگاه کنید این میگه آقا مثلا بیا فیلمو نگاه کن اینقدر سکه بگیر. اصلا نیاز به این کارم ندارم، خودمو اذیت نمیکنم. فقط دوچرخه‌ها رو با هم دیگه بس میکنم. خب شدم لول 5. بسیار عالی. من رسیدم به دوچرخه نارنجی. یک بار دیگه بازی میکنم که این به این عقربه برسم. به این عقربه که رسیدم الان دیگه وقت کد گرفتن منه. حالا کدش چطوری میگیری؟ بذارید بازی تمام بشه. اصلا اول و آخر شدن اصلا مهم نیست. اصلا من چندین بار تست کردم تو داخل روش‌های مختلف و واقعا اصلا اهمیتی نداشته. فقط اول و آخر شدن سکه کمتری به شما میده. بسیار این پایان یه تبلیغ چند ثانیه‌ای میاد. ببندیش. خب اینم ببندی. خب بسیار عالی. چند تا دوچرخه بالا بندازیم پایین. خب این با این، این با این، این با این. خب اوکی. الان نکنید اینجا اسکین رو بزنید. خب دوباره برگردید. کد اومد. کد رو میتونید کپی کنید و استفاده کنید به همین راحتی. دوستان وقتی که کد رو وارد کردین داخل برنامه، کاری که باید الان انجام بدید از این برنامه رو مینیمایز کنید، برید داخل ستینگ، تو قسمت اپ اگر اینجا نگاه کنید نوشته اپ، اسم برنامه رو سرچ کنید. اینجا برنامه رو استاپ کنید، قسمت استوریج کلیر دیتا بزنید. تمام. الان شما دوباره وارد برنامه میشی بدون تبلیغ تا مرحله 4-5 برید جلو. حدودا 5 بار بازی رو انجام بدید تا برسید به اون عقربه که رسیدید. بعدش برید داخل، یک لحظه برید داخل اسکین، دوباره بیاین بیرون، به شما کد میده. به همین سادگی. دوستان این بازی از هیچ نوع قاعده خاصی پیروی نمیکنه و اصلا شما نیازی به اکانت ساختن هم داخل بازی ندارید. وقتی شما نیاز به اکانت ساختن داخل بازی نداشته باشید، پس هر بار که وارد بازی میشید تا لول 5 برین بالا، کلید بگیرید، دوباره برین کلیر دیتا بزنید بدون تبلیغ، کمتر از 10 دقیقه کل کار رو انجام بدید.